با خانمم راهی شما شده بودیم تا یه پنجشنبه جمعه آروم و خوش داشته باشیم. حدود غروب از خونه راه افتادیم. جاده کمی شلوغ بود، اما جاجرود رودن رو که رد کردیم خلوت‌تر شد. حدوداً نیم ساعت مونده بود برسیم که به پیشنهاد خانومم گفتیم شام رو یه جایی با صفا بزنیم و بعد بریم خونه مادر زنم و اینا. در پی رستوران بودم اما خبری نبود. تو جاده مگس پر نمیزد که گاهی یک ماشین رد میشد. همینطور که گذشت تا یک جاده انحرافی رسیدیم که تابلوی دست‌نویس و کهنه‌ای بود که روش نوشته رستوران. مابقی مشخص نبود. سریع گازش رو گرفتم تو خاکی و به سمت رستوران رفتم. 1-2 کیلومتر گذشت دریغ از یه آدم و یه ماشین در جاده. خلاصه به رستوران که بیشتر شکل کلبه خرابه‌ای بود رسیدیم. صدای واق واق یک سگ در فضا اکو میشد و در بین صدای انواع جیرجیرک‌ها غرق میشد. دستی رو کشیدم. خانومم خوابش برده بود. بیدارش کردم و از ماشین پیاده شدیم. هوا صاف و مهتابی بود. دور و اطراف پوششی جنگلی داشت و نزدیک به کوه بودیم. هوا کمی شرجی بود و بوی برنج و شالیزار آدم رو مست میکرد. کلبه چوبی و خزه بسته بود. در دل شب نمایان بود. لامپی کوچک نور زرد رنگش رو در هوا پخش میکرد و پشه‌ها دورش میرقصیدن. به سمت کلبه قدم برداشتم و خانمم پشت سرم مرا همراهی میکرد. صدا زدم کسی نیست؟ سلام. پیرمردی ریش بلند در رو باز کرد با صدای مملو از لهجه شمالی و با چهره اخمالود گفت سلام، بفرمایید. با شک پرسیدم ببخشید سر و دوره‌ای تابلوی رستوران زده بود. به وسط حرفم پرید و گفت درست آمدید، البته یکم دیره ولی غذا هستش. بفرمایید داخل، در رو پشت سرتون ببندید. راستش به نظرم یک کاسه زیر نیم کاسه اینجا بود. خلاصه وارد شدیم داخل کلبه و 2 میز پلاستیکی بدرنگی بود و یه پیشخون کثیف‌تر به سبک فیلم‌های ترسناک. پیرمرد گفت جیگر می‌خورید؟ هرچند زیاد موافق نبودم اما گفتم باشه بیار. پیرمرد به سراغ یخچال کوچکش رفت و سینه جیگر رو بیرون کشید. بعد هم به پشت کلبه رفت و شروع به آماده کردن زغال کرد. همسرم خسته و خواب‌آلود بی هیچ حرفی به من نگاه کرد. بوی بدی در فضا پیچیده و با بوی نم و چوب کلبه قاطی شده بود. نور ضعیف و زرد رنگ لامپی که بالای سرمان بود تنها روشنایی کلبه بود. صدای پیرمرد از پشت کلبه آمد که میگفت شب اینجا میمونید؟ بلند گفتم نه ممنون، شام رو میخوریم و میرویم. چند دقیقه بعد غذا آماده بود. نوشابه‌ای در کار نبود و یک پارچه آب در کنار سینی بود. از سر ناچاری تا آخرین لقمه خوردیمش و مزه عجیبی میداد. تقریبا لقمه آخر بودیم که چیزی زیر دندونم حس کردم. از دهانم بیرون آوردم. یک ناخن شکسته بود. حالم به هم خورد. نزدیک بود بالا بیاورم. خانمم با چشم‌های گرد شده من رو نگاه میکرد و از تعجب لیوان آب از دستش افتاد. به سراغ پیرمرد پشت کلبه رفتم تا بهش شکایت کنم. خانمم دفعه لیوانش روی زمین میگشت که از بین چوب‌های کف کلبه چیزی پیدا کرد و آن دستی قطع شده بود که زیر چوب‌ها دفن شده بود. هنوز به پیرمرد نرسیده بودم که صدای جی خانمم باعث شد به سمت کلبه بدوم. پیرمرد هم پشت سرم آمد. داد زدم مهسا چی شده؟ خانومم در حالی که دستش جلوی دهانش بود از میان انگشتانش صدای لرزنش به گوشم رسید. اینجا یه آدم تیکه تیکه شده رفت. پیرمرد با تبری که دستش بود از پشت سر به این حمله کرد. سریع متوجه شدم و جا خالی دادم اما دستم کمی زخمی شد. پیرمرد رو هل دادم به سمت دیوار تا آمد دوباره حمله کنه. دست خانومم رو گرفتم و بدو به سمت ماشین دویدم. پریدیم تو ماشین و با عجله سوئیچ رو چرخوندم. چند استارت خورد و طبق معمول که همیشه به بدترین شرایط ماشین روشن نمیشد. پیرمرد با تبر شیشه ماشین رو آورد پایین و همین که دستش رو برد بالا تا دومین ضربه‌اش رو به مخم بزنه ماشین روشن شد و با یک دنده عقب سریع ازش دور شدم. پیرمرد با ناتوانی دنبال ماشین کمی آمد اما کم آورد و ما دور شدیم. چند ثانیه بیشتر نگذشته بود که به شدت خواب‌آلود شدم. نگاهی کردم به خانومم، دیدم بیهوش شده. فهمیدم تو غذامون عوضی قرص خواب‌آور شدید ریخته. همین که خواستم به خودم بیام چشمم روی هم رفته بود. کار از کار گذشته بود. وقتی چشممو باز کردم دوباره داخل کلبه بودم. به یک صندلی بسته شده بودم. دهانم بسته شده بود. نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و خانومم کجاست. چند لحظه گذشت تا اینکه پیرمرد از داخل اتاق بیرون آمد. با خنده شیطانی همه چیزو بهم فهموند. کمربندش رو صفر کرد و دوباره به اتاق برگشت.
چند لحظه بعد خانمم با صورتش که از اشک قرمز شده بود و دهانش مثل من بسته، بدنش کاملا برهنه و کبود شده بود، از عصبانیت تنم میلرزید. پیرمرد خنده‌هاش رو بیشتر کرد، سپس کشون کشون خانمم رو به سمت زیرزمین برد. اونجا 2 زن بدبخت دیگر بودن که مثل ما قربانی شده بودن. پیر کفتار زنها رو فلاج میکرد و در زیر زمین نگه میداشت. مردها رو تکه تکه و قسمتی رو برای کباب بر میداشت و مابقی رو زیر کلبه دفن میکرد. میدونستم چه سرنوشتی در انتظارم. لحظه ای بعد پیرمرد از زیر زمین به بیرون آمد و در رو قفل کرد. چاقوی کهنه و زنگ زده از جیبش بیرون آورد و به سمتم آمد. یک لحظه بعد آرام آرام شروع به بریدن گردنم کرد. خون مثل فواره از گلوم بیرون میپاشید و از شدت درد گریه میکردم تا سرم کاملا از تنم جدا شد. آخرین چیزی که از دنیا دیدم چهره جنون‌بار پیرمرد بود که چاقوی خونین رو بر روی زبانش کشید و دوباره در جیبش گذاشت. سپس چشمام برای همیشه بسته شد. فردای آن روز مهسا وقتی چشماشو باز کرد تمام تنش کوفته شده بود و سرما تا استخونش نفوذ میکرد. 2 زن دیگری که به شکل همسلولیش بودند مثل روح پوستشون رنگ نداشت و زیر چشمشون سیاه و کبود بود. با نگاهشان بی صدا با مهسا حرف میزدند. دقایقی بعد پیرمرد که معلوم بود تازه از خواب بیدار شده وارد زیرزمین شد. دستان مهسا رو باز کرد و همین که خواست پایش رو باز کنه مهسا پیرمرد رو هل داد و کشان کشان به سمت بیرون زیر زمین رفت. پیرمرد با خونسردی آرام دنبالش را افتاد. هنوز آفتاب درست در نیامده بود. مهسا چند قدم بیشتر از خود دور نشده بود که سگ ها رو وحشی پیرمرد به دنبالشان پارس کنان دوید و چون مهسا نمیتوانست بدود گرفتار سگ شد و سگ با دندانهای تیزش پای مهسا را غرق خون کرد. پیرمرد خندان گفت این دفعه پاتو به عنوان صبحانه خورد، دفعه دیگه خودتو میدم بخوره اگه بخوای فرار کنی. سپس موهای مهسا رو دور دستش پیچید و به سمت زیرزمین کشون کشون بردش. وقتی به زیرزمین رسید دید هیچ کدام از آن 2 زن داخل زیرزمین نیستن. همین که برگشت تبر وسط سینه‌اش فرود آمد و به داخل زیرزمین افتاد. زن اولی دست مهسا رو گرفت و به سمت بیرون کشیدش. زن دومی هم در زیرزمین رو بست و قفلش کرد. هر 3 هراسان دنبال ماشین بودند که پشت کلبه پنهان شده بود، اما سویچ دست پیرمرد بود. سگ پیرمرد هم زنجیرش بسته بود و نمیتوانست کاری کند، فقط تهدید کنان پارس میکرد. نمیتوانستن جایی بروند. مهسا دنبال شوهرش میگشت اما اثری ازش نبود. فقط موبایلش روی میز بود که اونم آنتن نداشت. مجبور بودم منتظر بشم تا کسی بیاد چون پاها همه زخمی بود و نمیتوانستن درست راه بروند. نیم ساعت بعد یک کامیون از راه رسید. همه فریاد زنان داد زدن کمک کمک. مرد میان سالی از کامیون پیاده شد و هراسان داخل کلبه آمد. مهسا تون تون کمی از غذای رو گفت. مرد سری تکان داد و کشان کشان مهسا رو سوار کامیون کرد و گفت من فقط 1 نفر جا دارم، اینو میرسونم بعد میام کمک شما. مهسا داخل کامیون نشست و مرد به داخل کلبه برگشت. چند لحظه بعد دوباره برگشت و راه افتادن. مهسا نمیدانست چه خبره و چه اتفاقی براش داره میفته، اما چاره‌ای جز اطمینان نداشت. مرد هیچ حرفی نمیزد، فقط رانندگی میکرد. مهسا گفت جاده اون طرفه. برای چی از این ور میرید؟ مرد پاسخ داد یه میوموره. مهسا با نگران در فکر بود که ناگهان چشمش به روی داشبورد افتاد و عکسی که داخلش همون پیرمرد بود و دست بر گردن همین مردک انداخته بود و دید. تازه فهمید که از چاه در آمده و به چاه دیگری افتاده، اما دیگر دیر شده بود. آنها به خانه مردک رسیدند. مهسا فریاد زد دزد تو منو دزدیدی، تو هم با اون پیرمرد دست داشتی. مرد خنده‌ای کرد و گفت درست حد زدی خانم خوشگله، تو حیف بودی واسه اون پیرمرد و حالا دیگه واسه منی. همین که مهسا خواست حرکتی کنه مرد اسلحه‌اش رو در آورد و گفت حرف زیادی بزنی میکشمت. سپس از ماشین پیاده شدند و مهسا رو داخل اتاقی بدون هیچ پنجره‌ای حبس کرد و گفت من برمیگردم حساب دوستاتو برسم و اونجا رو گردگیری کنم، بعد میام سراغ تو. باز خنده دیگر کردم و مهسا این بار زرنگی کرده بود و موبایل رو آورده بود و جالب این که آنجا آنتن میداد. مردک فکر آنجا رو نکرده بود. صدای حرکت کامیون آمد. مهسا سری شماره پلیس رو گرفت و همه چی رو گفت. لحظاتی بعد مرد اسلحه به دست بالای سر 2 زن بود و آماده شلیک که ماموران سر رسیده و دستگیرش کردند. بعد هم آمبولانس آمد و جسد پیرمرد رو بردن. مهسا هم نجات یافت و بعد از چند وقت پاهاش هم خوب شد، اما جنازه شوهرش قابل شناسایی نبود و قاطی تکه چند نفر شده بود.